سلام دوستان و همراهان همیشگی من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم به همراه هم یک مراقبه برای رهایی از استرس انجام بدیم. دوستان عزیزم، الان وقتشه که ما همراه خودمون چند لحظه فقط برای خودمون باشیم. برای انجام این مدیتیشن باید یه جای راحتی رو برای که آروم باشه و توش احساس راحتی و امنیت داشته باشیم رو انتخاب کنیم. میتونیم برای انجام مدیتیشن حالت نشسته یا دراز کشیده رو انتخاب کنیم که به نظر من حالت دراز کشیده خیلی بهتر و راحت تره. البته بستگی به خودتون داره، هر طور که راحت تر بودیم میتونین این کار رو انجام بدین. توی یک جای دنج و آروم دراز میکشیم و با دم و بازدم شروع میکنیم. دوستان عزیز من، یک دم عمیق و یک مکث کوتاه و یک بازدم عمیق. همراه با دم احساس میکنیم که یک نور و یک حالت آرامش خاص از تاج سرمون وارد بدنمون میشه و در تمام بدنمون جریان پیدا میکنه. از سمت سر میره به سمت صورت، گردن، پشت، کمر، دستها و پاها و همراه این انتقال انرژی آرامش در سر تا سر بدنمون جریان پیدا میکنه. و بعد از اینکه خواستیم بازدممون رو انجام بدیم، همراه با عمل بازدم تمامی استرس ها، گرفتگی ها و انقباضات ماهیچه هامون از بدنمون خارج میشه. چندین بار این عمل رو انجام میدیم. عمل دم به صورت عمیق، مکث هوا توی ریه هامون و عمل بازدم. و در حین انجام عمل دم و بازدم اون هوایی رو که وارد بدنمون میشه و در بدنمون جریان پیدا میکنه و سپس توسط عمل بازدم از بدنمون خارج میشه رو حس میکنیم. توجه و تمرکزمون رو میذاریم روی این هوا و بعد از اون توجه و تمرکزمون رو میذاریم روی بدنمون، روی تک تک اعضای بدنمون که این هوا توش جاری میشه. پس شروع میکنیم همراه با همدیگه با یک دم عمیق و سعی میکنیم ورود هوا رو از راه سوراخ‌های بینیمون به بدنمون رو حس بکنیم. شروع میکنیم با هم دیگه دوستان عزیز من، آروم، راحت، ریلکس. یک دم عمیق، حبس هوا و یک بازدم عمیق. همراه دم حس میکنیم ورود نور رو از تاج سرمون به بدنمون. همراه با ورود این نور احساس میکنیم تمام عضلات بدنمون شل، رها و آسوده است. عضلات پیشانی شل، رها، عضلات کف سر، شقیقه ها، عضلات ریز دور چشم، عضلات گردن، گوش ها، فک، رها، آروم، عضلات گردن، عضلات پشت کمر. دستامون رو رها میکنیم، میریم به سمت پاهامون. عضلات لگن رها، عضلات ساق پا، مچ پا و انگشتان پا. تمام بدنمون رو شل و رها میکنیم. همراه با دم انرژی وارد بدنمون میشه و همراه بازدم تمامی انقباضات و استرس هایی که توی بدنمون جمع شده به بیرون از بدنمون هدایت میشه. با همدیگه شروع میکنیم 5 تا دم و بازدم عمیق. شروع میکنیم دم عمیق همراه با حس اون هوای خنکی که وارد بدنمون میشه و حس کردن اون نوری که توی بدنمون جاری میشه. دم عمیق
حبس هوا، بازدم عمیق. همراه با بازدم عضلاتمون شل و رها، عضلات گردن، صورت، دستها، پاها رها. یک دم عمیق دیگه. حبس هوا، بازدم عمیق. یک دم عمیق دیگه. حبس هوا و یک بازدم عمیق. همراه با بازدم تمامی عضلاتمون شل و رها، عضلات صورت رها، گردن، دستا و پاها، مخصوصا عضلات گردن، عضلات چشم، زبونمون رها، نمیذاریم به سقف دهانمون بچسبه و آرامش. دم عمیق بعدی. حبس هوا و بازدم عمیق. سعی میکنیم در طول دم و بازدم توجه و تمرکزمون روی تنفسمون باشه. دم عمیق، مکث هوا و بازدم عمیق. سعی کنیم مسیری رو که هوا وارد بدنمون میشه دنبالش کنیم. توجه و تمرکزمون رو میتونیم توی چند نقطه از بدنمون بذاریم. میتونیم روی سوراخ‌های بینی و مجاری بینی که هوا وارد میشه، اونجاست که احساس خنکی میکنیم. میتونیم تمرکزمون رو روی ریه هامون بذاریم که با ورود هوا به سمت بالا حرکت میکنه و میتونیم توجه و تمرکزمون رو روی شکممون بذاریم که با ورود هوا به سمت بالا حرکت میکنه. یکی از این 3 نقطه رو میتونیم در نظر بگیریم. دوباره تمرینمون رو شروع میکنیم. یک دم عمیق، مکث هوا و بازدم عمیق. دم عمیق، مکث هوا و یک بازدم عمیق. دوستان عزیزم، در حین انجام عمل دم و بازدم ممکنه که افکار مزاحم بیان و نذارن که توجه و تمرکزمون روی دم و بازدممون باشه. هیچ اشکالی نداره. ما میخوایم که ذهن و بدنمون آروم بشه و این افکار میان و میرن. ما با این افکار هیچ مجادله و مبارزه‌ای نمی کنیم. اجازه میدیم که این افکار به راحتی بیان تو ذهنمون، تماشاشون میکنیم، نگاهشون میکنیم. هیچ تلاشی برای سرکوب کردن و از بین بردنشون انجام نمیدیم. اجازه میدیم رها بشن و برن و دوباره تمرکزمون رو میذاریم روی عمل دم و بازدم، روی قفسه سینه و شکممون. توجهمون رو میبریم روی دستامون، پاهامون، گردنمون، سرمون، صورتمون و سعی میکنیم در وهله اول اینا رو احساس کنیم. پاهامون رو احساس کنیم، پاهایی که روی زمین قرار داده شدن، به اون فضایی که بین پاها و زمین قرار داده شده. وزن پاهامون رو روی زمین احساس میکنیم. اون قسمتی که روی زمین نشستیم، نشیمنگاهمون رو با زمین سطح تماسش رو احساس میکنیم. اون وزنی که داریم رو روی زمین احساس میکنیم. دستامون رو احساس میکنیم، انگشتان دست، مچ دست، بدنمون رو احساس میکنیم و به این صورت توجه و تمرکزمون میاد روی بدنمون. دوباره نفس عمیق، دم، مکث هوا
و یک بازدم عمیق، همراه با توجه و تمرکزمون بر ورود و خروج هوا و همراه با توجه و تمرکزمون با جاری شدن آرامش توی بدنمون، ریلکس شدن عضلاتمون رو حس میکنیم، عضلات سر، صورت، شانه ها، گردن، کمر، دست ها و پاها. دوستان عزیزم دوباره عمل دم و بازدم رو انجام میدیم. یک دم عمیق، بازدم عمیق، دم دیگه و بازدم بعدی. عضلات سر و صورت و گردن رها، شل، دست و پاها شل، کمر و عضلات شکم شل. تنفس عمیق بعدی. دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم، دم، بازدم. دوستان عزیزم دست و پاهاتون رو حس کنید، سر و گردنتون رو حس کنید، کم کم نفساتون رو به حالت عادی برگردونین. امیدوارم که آروم شده باشین. حالا هر وقت که دوست داشتین میتونین چشماتون رو باز کنین و به حالت عادی برگردین. دوستان عزیزم ممنونم که توی این مراقبه منو همراهی کردین. ازتون ممنون میشم که این پست منو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین. ممنونم. لحظات خوبی داشته باشین.